بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام در رابطه با کپسول‌های تحت فشار گازهای خنثی خدمتتون توضیحاتی رو بدم. این کپسولی که الان ملاحظه میکنید برای جوشکاری تیک یا همون تحت گاز محافظ آرگون استفاده میشه که بر روی کپسول یک مشخصاتی حک شده. لطف بگیرید این مشخصات بر روی کپسول حک شده که ما میخوایم ببینیم که این مشخصات چی هست. اولا که این کپسول یک پارچه است و توسط ریختگری گریز از مرکز یا اکستروژن ساخته میشه، یعنی اصلا درزی درش وجود نداره. دوم اینکه فشاری که داخل این کپسول تست میشه 250 باره، اما فشاری که برای گاز جوشکاری استفاده میشه 150 بار هست. حالا چرا 250 بار میگیرن؟ برای اینکه بدونن که استحکام کپسول در مقابل خدای نکرده ترکیدن مقاوم باشه. روی کپسول یک مواردی حک شده که اینا خیلی مهمه، اکثرا به این موضوع توجهی نمیکنن جوشکارا. یکی این که نام کشور سازنده در اینجا حک شده، یعنی الان اینجا حک شده مدین کره، یعنی کشور سازنده ما کره هست. بعدن در اینجا مقدار لیتر کپسول بر حسب آب محاسبه شده. چرا؟ چون چگالی یا وزن مخصوص آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب هست. برای همین منظور این رو بر مبنای آب یا 1 کیلوگرم بر متر مکعب که در اینجا 40 لیتره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این شیر رو باز بکنیم 40 لیتر آب درش قرار میگیره. حالا در مراحل بعدی توضیح میدم که رابطه آب با گاز چی است که من این عبارت رو الان مطرح کردم. مورد بعدی ایزو 9809. ایزو 9809 چی میگه؟ میگه این کپسول تحت استاندارد ایزو ساخته شده. ما گفتیم استانداردهای مختلفی داریم در جوشکاری، استاندارد AWS ازمه، استاندارد GIS ژاپن، BS انگلستان، دین آلمان و ایزو که این کپسول تحت استاندارد ایزو ساخته شده. دیگر اینکه تاریخ انقضای کپسول روش نوشته میشه. مثلا اینجا نوشته 11/2/2009، یعنی این کپسول 2009 انقضا داشته. اما چون این قسمت رو بگیرید اینجا کد هیدروستاتیک روش حک شده، یعنی این کپسول مجازه که به مدت 3 سال به طور متوالی مورد تست قرار گرفته و جواب گرفته. چون جواب گرفته نیازی به خارج کردن کپسول نیست از بازه. اگر که تست هیدروستاتیک جواب نده، خود کارخونه ای رو که میخواد کپسول رو پر بکنه سریعا داخل کپسول رو یه سوراخ ایجاد میکنه که دیگه اصلا ضایعات بشه و قابل استفاده نباشه. دیگر اینکه من عرض کردم که تیپ کپسول 250 بار تست شده که در اینجا حک شده و در این قسمت که اگر شما بیایید نگاه کنید اینجا 40 لیتر، اینجا این قسمت اینجا 250 بار تست شده. استفاده HP که در داخل سالن میتونیم ازش استفاده کنیم 150 باره. پس 150 بار شما وقتی کپسول پر شده باشه باید گیج شما روی 150 نشون بده. ببین الان من این شیر رو باز کردم، این قسمت رو بگیرید شما لطف کنید. ببینید اینجا الان تقریبا 100 بار رو نشون میده، یعنی اینکه هنوز 50 تا دیگه جا داشته، حالا یا مصرف شده یا اینکه کمتر شارژ شده. دیگر اینکه شیری که برای این استفاده میشه شیر برنجی هست، از جنس برنج مس و روی استفاده شده. و دیگر لطف کنید اینجا رو بگیرید، این خیلی مهمه، 5.3 میلیمتر 5.3 میلیمتر ضخامت دیواره کپسول، 5.3 میلیمتر و انتهای کپسول حدوداً 3% بیشتر از جدار کپسول به وزنش اضافه میشه. دلیلش چیه؟ کپسول همیشه به صورت ایستاده است و روی زمین قرار میگیره، ممکنه جوشکار بلند کنه
بزنه زمین. به خاطر همین این ته کپسول همیشه ضخامتش بالاتر هست. و دیگه هم این که یه مورد دیگه هم که هست، وزن کپسول هم روش چیه نوشته شده 44/1. حالا یک چون تو واحد گرم میشه اهمیتی نداره. 44 کیلوگرم وقتی که روی کپسول نوشته شده یعنی وزن خالی کپسول هست. کپسول زمانی که پر بشه وزنش متفاوت خواهد بود. متشکرم.